مساج آریانا سعید توسط مردان عربی در دبی و قهر شدید اسیب ساعد و سفر اسیب به کانادا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، ملکه صدای افغانستان، یکی از هنرمندان بی‌بدیل، مشهور، موفق، ناماشنای افغان بوده است. شهرت و محبوبیت آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است، ولی علاقه‌مندان و طرفداران هنری خاص خودش را داشته است. آریانا سعید بیشتر اوقات دوست دارد برای دفاع از حقوق زنان افغانستان آهنگ بسراید. آریانا توسط افراد مشهور در افغانستان حمایت میشد و در افغانستان کنسرت‌هایی برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار میکرد. حتی برند لباسی به نام خودش در افغانستان ساخت. اما بعد از تحولات رژیمی در کشور، آریانا سعید به انگلستان سفر کرد و از آنجا در دبی و ترکیه خانه‌های بزرگی به نام خودش خرید کرده است و زندگی خیلی خوشی داشته است. آریانا چندین می شود سفرهای بیشماری به امارات متحده عربی داشته است و قرار است در دبی رستوران زنجیره‌ای به نام خودش بسازد. تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی توسط مردان عربی مساج داده می شود. اما این کار آریانا سعید باعث خشم و قهر اسیب شده است. به همین دلیل اسیب به کانادا است و آریانا در دبی. ولی آریانا سعید بی اختیار به این کارهایش همیشه بیان کرده است زندگی شخصی خودم بوده است و هر طور بخواهم زندگی می کنم. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و عزیزان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستان و عزیزانتان به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.